کلاغ‌ها از حیوانات باهوشی هستند که در انواع مختلفی وجود دارند. کلاغ‌ها همه به رنگ کاملا سیاه نیستند، بلکه در مدل‌های متفاوتی وجود دارند. اگرچه آنها حیواناتی هستند که در طول تاریخ از شهرت بدی برخوردار بودند، اما کلاغ‌ها در واقع یک نوع پرنده بسیار دوستانه هستند که اغلب بدون وجود خطر بیشتری می‌توانیم آنها را در اطراف خانه ببینیم. اگرچه ما عادت داریم کلاغ‌های کاملا سیاه را ببینیم، اما انواع مختلفی از آنها دارای پرو بال سفید و حتی برخی با رنگ خاکستری بر روی بدن هستند. کلاغ غراب از همه محبوب ترین است و تقریباً در همه نقاط جهان وجود دارد. ابعاد آن حدود 70 سانتی متر است و وزن آن بیش از 2 کیلوگرم نیست. در مراحل اولیه زندگی آنها همیشه گروهی زندگی می کنند تا زمانی که شریک زندگی خود را پیدا کنند. در آن زمان تصمیم می گیرند برای خود مکانی را پیدا کنند و با هم تا پایان عمر زندگی کنند. کلاغ غراب معمولی کاملا سیاه است و کاملا حرفه‌ای از صداها تقلید می کند. آنها می توانند اشیا را پنهان کنند. بنابراین باهوشترین نوع از همه کلاغ‌ها محسوب می شوند. کلاغ نوک سفید این گونه نمونه اقیانوسی نوع کوچکی از کلاغ است که روز خود را برای غذا خوردن با بال زدن می‌گذراند و در غیر این صورت با گیاهان و شاخ و برگ‌ها ترکیب می‌شود. ابعاد آن فقط 40 سانتی متر است و سر آن معمولاً بزرگترین اندام آن است. دارای منقاری به رنگ عاج است که به آن نام و نشان بزرگتری می‌بخشد. کلاغ ماده 4 تا 5 تخم می‌گذارد و به مدت 18 روز روی تخم‌ها می‌خوابد. در 4 هفته جوجه ها می‌توانند لانه را ترک کنند. اگرچه والدین آنها تا حدود 60 روزگی هنوز به آنها غذا می‌دهند. کلاغ‌ها می‌توانند تا 14 سال عمر کنند. در مورد اندازه شمارش بیش از 40 نوع کلاغ هر کدام اندازه‌های خاص خود را دارند. با این حال وزن آنها بیش از 2 کیلوگرم و سایز آنها بیش از 70 سانتی متر نیست. در مورد غذای کلاغ‌ها، آنها از حشرات، میوه‌ها، سبزیجات، جوندگان کوچک، دانه‌ها و در بعضی موارد از گوشت لاشه تغذیه می‌کنند. زیستگاه کلاغ می‌تواند در کوه‌ها، باغ‌ها، سواحل، جنگل‌ها، علفزارها، زمین‌های کشاورزی، حومه شهر و حتی در اسارت به عنوان حیوانات خانگی باشد. کلاغ‌های نوجوان با همزیستی، غذا خوردن، بازی و تفریح به صورت گروه‌های دست جمعی می‌روند. آنها کینه‌توز محسوب می‌شوند. اگر به آنها به صورت دروغین غذایی پیشنهاد دهید، آنها شما را فراموش نمی‌کنند و احتمالاً در آینده با شما قهر خواهند کرد. به گفته دانشمندان، کلاغ‌ها می‌توانند مشکلات پیچیده‌ای را حل کنند، مدیریت تولید و استفاده از ابزارهای خود را داشته باشند، حافظه خوبی داشته و با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و یاد بگیرند. بنابراین آنها حیوانات جذاب و دارای هوش زیادی در نظر گرفته می‌شوند. کلاغ‌ها به برگزاری مراسم تشییع جنازه زمانی که یکی از هم نوعانشان مرده است معروف هستند. ممکن است فقط یک کلاغ یا گروهی از کلاغ‌ها و ممکن است کاملا ساکت و بی صدا باشد. در برخی موارد کلاغ‌ها ممکن است روزهای متوالی بر سر جنازه پرنده مرده بیدار باشند. شما با صدای قار کلاغ‌ها آشنا هستید، اما آیا می‌دانستید که صداهای آنها گویش‌هایی نیز دارد؟ مشابه انسان‌ها که زبانشان می‌تواند از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد، کلاغ‌ها هم همین گونه هستند. کلاغ‌ها نه تنها پرندگان اجتماعی هستند، بلکه بیشتر از آنچه بسیاری از مردم تصور می‌کنند، خانواده محور هستند. آنها مادام العمر با هم جفت می‌شوند، به این معنی که یک جفت معمولاً تا پایان عمر با هم می‌مانند. اما زندگی خانوادگی آنها نیز ممکن است کمی پیچیده‌تر از آن چیزی باشد که نشان می‌دهد، زیرا از نظر اجتماعی تک همسر، اما از نظر ژنتیکی بی‌بند و بار هستند.